مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله تاجیکستان در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخله از آشکار شدن باز یک حالت کودک فروشی خبر داد. مقصوده یوسفova یک زن 27 ساله از جماعت زرحلال در کنار شهر استرافشان به آن گمانبر می شود که میخواست است پسر 2 ساله‌اش را با نرخ 40,000 سومانی به یک ساکن نویه جبو رسولوف بفروشد، ولی کارمندان میلیس این نویه که جریان سودای این کودک را از اول تحت نظارت داشتند، جوانزن را بعد از خریدار گرفتن 10,000 سومانی پیش پرداخت در بازار اشراف در مرکز نویه جبو رسولوف دستگیر کردند. گفته می شود مقصوده یوسفova با یک ساکن نویه جبو رسولوف شرطنامه شفایی بسته گفته است که تیار است پسرچه 2 ساله‌اش را در عوض 40,000 سومانی به وی بفروشد. اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت در گزارشش گفت کارمندان میلیس نویه رسولوف از پیش درباره فروش کودک معلومات فوری گرفته برای پیشگیری از آن یک سلسله چاره‌بینی ها را برا انداخته. در نتیجه روز 15 آگوست سال 2022 با تشکیل شرایط اداره شونده اپراتیوی مقصوده یوسفova را در بازار اشراف بعد از خریدار گرفتن 10,000 سومانی پیش پرداخت دستگیر کردند. مقصوده یوسفova در این گزارشش گفت که از ناچاری دست به فروش فرزندش زده است. اکبر شریفی میگوید اگر در گذشته در تاجیکستان اکثرا زنهای سبکپا فرزندان از علاقه های بینکو تولد شدهشان را به فروش میگذاشتند تا که از شرمندگی و بدنامی خلاص شوند، نمونه مقصوده یوسفova کاملا فرق میکند، زیرا او فرزند حلال خود را به فروش زدنی شده است. این کودک فرزند سوم مقصوده یوسفova بوده است. شوهرش او را با 3 فرزند طلاق داده در یک شرایط سخت پرتافته است و مقصوده یوسفova بنا به اعتراف خودش با فروش یک کودکش میخواست است کمی مبلغ به دست بیاورد. به ضد مقصوده یوسفova بر اساس ماده 167 پرونده جنایتی گشوده او را به حبس پیشکی گرفتند. ماده 167 کودکس جنایتی تاجیکستان برای سودای کودک همچون جزا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. در صورت موجود بودن برخی حالتهای وزنین، جزا برای فروش آدمان میتواند تا به 15 سال زندان را تشکیل بدهد.